با او گفتم حجابت کو؟ جواب داد دلم پاک است. گفتم فرض کردیم دل شما پاک است، آیا دل مردی که شما را می بیند هم پاک است؟ جوابی نشنیدم، تنها سکوت کرد. خواهرم، حجاب برای شما عبادت است، نه عادت. زیرا الله متعال قبل از آن که شما را به نماز امر نماید به حجاب امر نمود تا بدانید حجاب به مثل نماز عبادت به فرض است. بله،